طالبان زنان متعرض را رها کنید. ده‌ها زن و دختر افغانستانی در سفارت افغانستان در دوشنبه جمع آمده خواستار آن شدند که طالبان از بازداشت و اذیت زنان اعتراضگر در افغانستان دست کشند. رهایی چند تن از زنان فعال افغان و احترام گذاشتن به حق و حقوق زنان و دختران تقاضای اساسی این گروه زنان از طالبان است. تمام زنان افغان خواهان و آزادی خواهران ما که در افغانستان در اسارت طالبان به سر میبرند هستیم. ما میخواهیم خواهران ما به زودترین فرصت از چنگ طالبان ظالم رها شوند و به آزادی خود برسند و ای که زن افغان از حق خود دفاع میکنه، این حق هر انسان و هر شهروند افغانستان است. برخی فعالان افغان در این نشست از سرنوشت تقدیر ناروشن زنان ناپدید شده در افغانستان اظهار نگرانی نمودند. بیشتر از 2 هفته می شود بر اساس آنچه که فعالان زن در کابل صدای عدالت خواهی بلند کرده‌اند، گروه طالبان 5 زن معترض فعال مدنی را بازداشت نموده‌اند و به گفته نزدیکان این زنان فعال تا اکنون از سرنوشت آنها هیچ خبری نیست. زنان مهاجر افغان در دوشنبه تاکید نمودند که جامعه جهان نباید در برابر نقض حقوق انسان از جمله زنان در افغانستان زیر رهبری طالبان بی‌طرف باشند. پیام من به جامعه جهانی و سازمان ملل این است: جامعه جهانی به طالبان فشار بیارد تا تمنا زریا پریان، پروانه ابراهیم خیل، مرسل عیار، زهرا محمدی، 4 فعال زن که پس از آخرین تظاهرات خیابانی در کابل ناپدید شدند و هر چی عاجل رها نمایند. در پس منظر نگرانی ها از ناپدید شدن بعضی زنان فعال در افغانستان، برخی سازمان های بین المللی صدا بلند نموده خواستار رعایت حقوق انسان از سوی طالبان شدند. ولی طالبان بازداشت و اذیت زنان را پیوسته رد می کنند و تاکید می کنند که آنها از حق مردم از جمله زنان دفاع می کنند. محمد ظهیر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه گفت قبل از سقوط کابل به دست طالبان حضور زنان در اداره های دولتی نظررس بود. 28% زنان افغانستان در ادارات حکومتی کار میکردند. افغانستان در بین 162 کشور دنیا جایگاه 157 داشت. در نابرابری های جنسیتی، ولی امروز از برکت این نظام طالبانی مقام اول را داره. طالبان در نیمه ماه آگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کردند و در پی آن فرار پناهجویان افغان به تاجیکستان افزایش یافت.